بعد گفتم آره. غروب زیبا رو با شما به اشتراک نذارم. دختره یاد بگیر. نگاه کن. از این برام خرید الان. حروف الفبا چیه؟ بتونم همشون رو دید بزنم. آهن سرتا بگیری دوش ندارم و بگیر حال خود. صبح بخیر. صبح روز دومه. تازه بیدار شدم. اشپکور نداشتیم. اون شب باید نکردم. دیشب با هم خوابیدم. بریم ببینیم چیکار می‌کنیم. از این خانوم برام املت درست کردن. سلام صبح بخیر مامان. سلام سلام خاله سلام. سلام صبح بخیر. سلام صبح بخیر. ازم دونستم که ویور بهتون نشون بدم. خدایا یه دونه S23 به ما عطا فرما که اینجوری زوم میکنم قشنگ بتونم همشون رو دید بزنم. یک ساعت اینو گذاشتم رو گاز نمیپزه. چی این گاز برقی ناموسن؟ اتفاقایی داره میفته پس از سالها. داره جلیزا بیلیز میکنه. انشالله که بپزه. نه بچه ها هایی میزه. فیلم که میگیرم اما اوش کنم شبایی ببین گفتم فیلم بگیر. ببین کارتا آهن سرتا بگیری دوش پله گونه بیاد. به چی ما خریدم؟ 78 جازشو خریده. ازدواجم کرده خونشم داره آماده میشه. توی چشم بگیرم منتظرم قرارمون یادت نره. آی داره میاد. دوست دارم یادت قرارت نره. دوست دارم یادت نره. بگی دلم تنگه برات دارو ندارم و بگیر حال خودشان خورشید و بردار. مامان میخوایم بریم بیرون. تو اینجوری خوابیده نگاه دستش چجوری گذاشته رو هم جلو کولر خوابیدی. آره مامان یادی حال میاد جلو کولر خوابیدی. قربونت برم من. شت یادم نبود ویدیو میگیرم اینقدر میشه. شکستی تو بال و پرم میخواستم بگردم و جار بزنم. نیمه عشقی تو تنم نیمه بعدی رو باید ببرم. روح تو یه زنجیره تلسم یه جور تسخیره. فکر کن توی رویاشی رب شد چون بازم میخوام بغل من باشی. چه کنم تو باغچه ها بنفشه نیست یاس نیست. شراب شیراز نیست. برو که بی حقیقتی تو غریست. اونقدر از تو دور شدم که دیگه پیدات نیست. خب در روز دوم تصمیم گرفتم که ناانجی باشم. اصلا این ورا در نظر نگیرید. فکر کنید وجود نداره. من فقط اینجا باشه. شرپاره هستید لطف کن عشقمون رو نده لا وضعیت ماست با خجالت نمیکشه. این داره آهنگ میخونه اون نمیدونم چی کار میکنه. دوست دارم زین استایل چند سی ماشالله 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 سی ماشالله سی ماشالله ماشالله ماشالله. این خانم کالس که بچه‌ش چتر داره ولی نه چتر کالسگر رو باز کرده نه نقابشو. شاید آفتاب لازم بوده واسه این لحظه. ویتامین دی لازم داشت بچه‌ش. اینجا که بوش میاد داریم میریم بازار ماهی. واقعا داره بوش میاد. گفتم بوش میاد. برو اونور بچه ها. لابستر بچه ها چو دست شریبه اینو ای سلام. نه بابا زنده نیست. صدفه رو کی میخواست بیاد اینجا؟ پریا پیدا کردم برات. پریا از تو ویدیو ببین اینجا کجاست. لوکیشن خودت پیدا کن. اینو زنده چی بگیریم بچه ها؟ خب 8 پا
میشه. ماهی ماهی نمیدونم چی باحال ماهیه. اینم کالامری اینم لابستر هشت‌پای گنده اینم صدف‌های اینجوری لابستر 65 تا ایتالیان کارگی دیدیم مادلوبا بچه اینم کاویار تخم ماهیه. خب اونجا که غذا گرفتیم الان اومدیم توی این رستورانه. اینجا میدیم غذامون رو برامون طبخش میکنن. رسیدیم به انتها. تو آب چه قشنگ. سالاد سزار آذین اومد. چه احساسی داری؟ همیشه غذات زودتر ما آماده میشه. داش آوردی؟ دست شما در نکنه. چه بوی میده. اوه مای گاد. چی شد؟ بچه چیز دیگه میخوان؟ خب بریم برای تستش. از کجاش باید شروع کنم؟ بالاشو بکنم؟ بچه اینو 4 تیکه بکنید همشو، چون این دوتا مایه متفاوته که هر 4 تا از 4 تاش خوبه بچه، نسبتا خوب. آره همین. اینو طعمش رو تست کن. چه باش خواهم گذاشتم. سزارش خیلی بده. بذارم اینجا؟ نمیشه من فقط از اینا بخورم. خیلی خوش مرده با. وای مزه بچه کوچولو میده. خدای من. یا گارسون اینجا منو میخواستیم، خیلی دور بود، نخواستم زحمتش بدم بیاد. از دور بهش اشاره کردم گفتم. بعد گفتم آره. بعد منم اینجوری کردم. بعدش برای چی؟ چرا اصلا این کارو کرد؟ چون من اشاره کردم دارم یه خونم برام کشه. وای چرخ و فلک همکنون چرخ و فلک، ولی به قول زهرا چرا چرخ و فلک گذاشتن تو ساختمون واقعا؟ چرا؟ بچه این که میبینید برج الفبای گرجیه. الفبای گرجی از الف تا آخریش بچه آخرین حروف الفبا چیه؟ الفبای فارسی، الفبای انگلیسی زده، فارسی الف ب پ ت س ج چ خ د ذ ر ز ج ای ه. بله از الف تا ی رو توی این برجا شما میتونید ببینید. تموم فارسیم تکشید. جالب انگیزه اینجا بچه. این برزه خیلی بزرگه ها. مورد علاقه من بازارهای دم آب. چیا دارین؟ گوشباله، پرسینگ. اوه چقدر این جذاب لعنتی. لوازم ترهیر همش دستساز دیگه. با اینا رو ساختین؟ چجوری اینا رو ساختین؟ اسراقیس؟ 40 را داری؟ خیلی کارگیه بچه. اینو اون که میخواستمشو آزین برام خرید. الان رفتم آوردمش بهش نشونش دادم خریدیش. پاراسل از این مجسته رو چجوری جا به جاش میکنی؟ دختره یاد بگیر. نگاه کن. آفرین ماشاءالله. چشش کردی.
یعنی در ثانیه یارو رو چشم کرد که الان ویدیو بگیرم. صحنه قشنگی بود. چه خبره خانم؟ دیوونه خونه است انگار اینجا. آروم چه موجی داره میزنه. خیلی دلم میخواد مثل اینا بزنم برم توی آب، ولی من از آب دریا میترسم. نگاه شیرجه زد. منم دلم میخواد برم. خدایا این ترس از آب دریا رو از من بگیر. کجوری که بودیم یا به دریا میرفتیم، پدرم همیشه میشه بیرون حواسش بهمون بود، ولی الان اگه بریم تو آبیش که حواسش بهمون نیست. چرا این ساختمونه چرا کجه؟ یه جوری دوربین گوشیم کشیده که چشا رو چون بالاخره یه نفر دنبالم افتاد. سلام، چطوری تو؟ خوشگله. کی به تو گفته خوشگل بود؟ چقدر خوشگله. شبیه بز میمونه. ببینم تو رو. شبیه بز میمونی؟ آره. این از دکتر کت خدازاده یاد گرفتم. اصلا نتونستم این غروب زیبا رو با شما به اشتراک نذارم. چه غروب جذابی. وای خدای من. بچه ها 100 رنگ آسمون، 100 رنگه. مشخص نیست. بذار ببینم با عکس میتونم. سنگایی که جمع کردم یه سریاش اصلا خاص نیستن. اینا رو گرفتم روشون نقاشی بکشم. اینا رو جمع کردم برای نقاشی، اونا رو برای حالا آکواریوم و این چیزا. ولی 2 سنگ پیدا کردم. خدان برگام مگه داریم سنگ شیشه‌ای. حالا سفیدش اوکی، ولی ساعت ویدیو دستم رفت روش قطع شد. بچه‌ها اینو نگاه کنیم، مثل شیشه میمونه. چقدر جذاب رنگش. اینم این جانب در حال درست کردن ماکارونی هستم. دیروز ندا غذا درست کرد، امروز من. این ماکارونی ماست. قابلمه ها به شدت کوچیکن. فکر کنم که مجبوریم 2 تاشو با هم دیگه استفاده کنیم. تازه آب کشم نیست، معلوم نیست میخواد چجوری آب کشی کنه. پایان کار 2 تاش کردیم. بره که دم بکشه دیگه. سالادم درست میکنم. من آب شیر زیاد میدم بهشون. سالاد شیرازی باید به همین ریزی باشه. امشب خیلی زحمت کشید، ولی هنوز گیه هم دوش نیست. اینو نگاش کن. کالی خانم بفرم. فندق بودو بیا. بودو فندق. بابا بیا فندق. 1 2 3. میگه دوباره من بازم میخوام. التماسه شد. نه ماما بسته دیگه. اینم آخر کار. وای خیلی خوبه. چی شده بودی مامان جو؟ دختر خوشگل من. جیگر دلا مامانی. نفس مامان. خوشگل من. خب اینم پایان شب دوم ما. بچه ها یه دست بازی کردن و خوابیدن. نوشون. ولی من خیلی قوی دارم به بازیم ادامه میدم. بازیم که تمام شد حتما میخوام. تا فردا خداحافظ. لایک و سابسکرایب یادتون نره. ماچ به کلهاتون. اینم پایان شب دوممون.